منتخب اخبار هفته سوم آذر ماه. بندر ابوموسی بهمن ماه افتتاح می شود. بهمن ماه رئیس جمهوری بندر ابوموسی را افتتاح می کند. این بندر با وسعت 17 هکتار و آبخور 6.5 متری می تواند پذیرای شناورهای 7000 تنی باشد. هند سومین وارد کننده نفت دریایی از روسیه. علیرغم تحریم‌های اخیر گروه 7، هند همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه می‌دهد. ناترازی در حوزه انرژی کشور و قطع سهمیه سوخت. سرپرست ستاد مدیریت سوخت گفت سهمیه سوخت ناوگانی که بیمه شخص ثالث نداشته باشد بعد از اطلاع رسانی و در صورت عدم تمدید بیمه قطع خواهد شد. تصویب استراتژی دستیابی به سوخت سبز تا سال 2030 توسط رهبران و نمایندگان 100 کشور. بر اساس بیانیه‌ای که در اجلاس جهانی امارات مقرر شد، شرکت‌های حمل و نقل میبایست تا سال 2040 میلادی 90% از کشتی‌ها و تجهیزات صنایع دریایی را به سوخت‌های سبز تبدیل کنند.